رستوران هندی ها و پاکستانی ها رفته باشین و کیر نوشجان نکرده باشین امکان نداره. در این ویدیو همراهتان طرز تهیهش شریک ساختیم. اگر دوست داشتین بدانین میتونین ویدیو را سیو بکنین تا آخر ببینین. پیش از عزیزایی که از این ویدیو حمایت کردین سپاسگزارتان هستم. خب به خاطر آماده ساختنش به 1.5 گیلاس برنج شوله‌ای ضرورت داریم. بشوین بمانینش حداقل 2 ساعت پیش باید ترک کرده باشین و در ادامه هم میبینین که من مقدار کاجو و بادام را به داخل مکسر اضافه کردم. به خاطر مقدار زیادتر اضافه کردم چون ماشین ما بزرگتر است، خواستم خوبتری توتا شوه و قرار است از همین موادی که من تهیه میکنم 4 قاشق غذاخوری به داخل کیر اضافه بکنم. خب دوستای عزیز، در ادامه هم مقدار کم آب به ته دیگتان بریزین و 1.5 لیتر شیر اضافه بکنین. ممکن است تا زمانی که شما این 100% پخته میکنین نیم لیتر شیر دیگه هم بر شما ضرورت شوه، یعنی مجموعاً 2 لیتر شیر ضرورت می داشته باشین. مقدار زعفران همراه با 1 قاشق چای خوری هل اضافه بکنین و بمانین که شیر به جوش بیایه. بعداً در ادامه میتونین برنج را که ترک کرده بودین به داخل شیر علاوه بکنین. در ادامه هم به مقدار 4 قاشق غذاخوری از کاجو و بادام که از مکسر کشیده بودیم اضافه میکنیم. کمک میکنه که غلظت خوبتر داشته باشه، همچنان به طعم کیر بیفزایه. گفته نمانه که به خاطر شیرینی شما از بوره یا شکر هم استفاده میتونین، اما ما از این شیر روسی استفاده کردیم که فکر کنم در افغانستان ملکو میگفتن. شما میتونین این از تمام مغازه ها دریافت بکنین و این ضمن از یک شیرینی خاص میبخشه، طعمشان بیشتر میکنه، همچنان رنگش بسیار طبیعی و خوشایند معلوم میشه. خب دوستای عزیز، آهسته آهسته کیر ما هم آماده میشه. همین قسم شما دیگه را شور داده برین که از پیشتان پایانش نچسبه و این قسمتش دلخواه است. اگر شما دوست داشته باشین بادام و پسته توتا شده اضافه بکنین همراه با مقدار کشمش زرد، بستگی با میل خودتان داره. اگر دوست نداشتین میتونین کاملا حذفشان بکنین. آهسته آهسته کیر خوشمزه ما آماده میشه. البته باید بگویم غلظت کیر بستگی به خودتان داره که تیره تر میخواین یا هم کمک شیردارتر میخواین. خب این هم از کیر خوشمزه بود. خدا کنه که این ویدیو خوشتان آمده باشه. از شما خواهش میکنم که ویدیو را با دوستکایتان شریک بسازین. اگر آقایان عزیز بیننده هستین با همسرتان شریک بسازین و سپاسگزار تمامی عزیزایی هستم که همیشه در ویدیوهای آشپزی ما محبت نشان میدین. تا ویدیوی بعدی وقت خوب و خوش براتان میخوایم. در هر قسمت از دنیا هستین همیشه خوشبخت بمانین.